جون. ولی کاش همه بفهمن بیمه راننده بدترین بیمه، حق کار راننده بدترین حق کاره، بازنشستگیش بدترین بازنشستگیه. بابا یک راننده بازنشسته با 65 سال سن با 9 تومن 10 تومن حقوق چه کار کنه؟ چی خاکی تو سرش بریزه؟ مجبور پشت فرمون حتی چشماش نبینه، کمرش شل باشه، بره و بیاد بگه من با 9 تومن 10 تومن نمیتونم زندگی کنم، بذارم اون 15 تومن 20 تومن 17 تومن همو بگیرم. کمک کنی به راننده، کمک کنی نذارین این چرخ مملکت رو که همینا با چرخهای ماشینشون دارن میچرخونن، همینا دارن میرن از مرزایی که همش خاکه، همش خشکیه، همش سختیه، میرن و میان. ماشین کاری نیست که هر کی بتونه ادعا کنه پشت فرمون میشینن میرن بارو میارن. این بابا تا میره و میاد شاید 100 بار اسرائیل رو میبینه. ایتون به ماشین گیز بخوره چربیه. برسیم دولتی ها، برسیم به داد این راننده ها. این وضع بیمه نیست، این وضع دریافتی نیست، این وضع پول ریختن ما نیست که به نصف بیشترش رو میخورن. 15 سال تامین اجتماعی میریزم، هر سالی 2 تا 3 تاش گم میشه. این چی مملکتیه ساختین؟ مملکت امام زمان. آقا من دوست دارم ولی نه این مملکت رو، نه این مدل زمامداری رو. این زمامداری علیه السلام نیست.